هنرمند، خلاق، نابغه، کسی که بیش از 860 تابلوی نقاشی ازش به جا موند و خیلی از این نقاشی‌ها توی بهترین موزه‌های دنیا نگهداری میشه. ون گوگ، نابغه‌ای که شاید دیگه تکرار نشه. اینها جنبه زیبای زندگی ون گوگ بود، اما اون روی سکه مردی با یک زندگی اسفناک رو نشون میده. در 23 دسامبر 1888 ون گوگ با یک نقاش دیگه سر یه موضوع بحثشون میشه. به شدت عصبانی میشه و گوش خودش رو میبره و میذاره کف دست. 2 سال بعد از این موضوع با یه تفنگ خودش رو میکشه. وقتی دانشمندان رفتار ون گوگ رو بررسی میکنن به این نتیجه میرسن که اون اسکیزوفرنی داشته. اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی یا به زبان فارسی روانگسیختگی یک اختلال روانیه. اسکیزوفرنی روی رفتار، افکار و حرف زدن انسان اثر مخرب زیادی میذاره. زندگی فرد مبتلا به اسکیزوفرنی خیلی سخته. هر کاری بخواد انجام بده افکارش مثل یک سد جلوشو میگیره. نمیتونه دوست پیدا کنه، نه درس بخونه و نه خیلی از کارهای دیگه رو انجام بده. خلاصه به هیچ کدوم از هدفهاش نمیتونه برسه. اسکیزوفرنی بیماری خیلی پیچیده‌ایه. مثلا اگه یه نفر از بچگی به این بیماری مبتلا باشه ممکنه هرچی سنش بیشتر بشه اختلالش کمتر بشه و یا برعکس با افزایش سنش شدید و شدیدتر بشه. این بیماری معمولاً از 18 سال به بعد خودش نشون میده. تو مردها علائم این بیماری معمولاً حدود 20 سالگی ظاهر میشه و تو زنها حدود 30 سالگی. اولین نشانه های این بیماری اینه که حالتتو به هم میزنه. بعدش افکارتو به هم میریزه طوری که نمیتونی خواب راحت داشته باشی. تو بعضی‌ها هم توهم ایجاد میکنه طوری که تو تنهایی‌هاشون با یکی صحبت میکنن در حالی که کسی پیششون نیست. گاهی وقتها هم شروع میکنن با صحبت کردن با تلویزیون. هرچی هم بهشون میگی گوششون بدهکار نیست. بعضیاشون دچار توهم مثبت میشن. مثلا جلوی آینه وامیستن و میگن رئیس جمهورن و واقعا باورشون میشه که رئیس جمهور هستن. منظور از توهم مثبت اینه که به جای ناراحتی و اضطراب حداقل باعث خوشحالیشون میشه. اسکیزوفرنی ها یه حالتی دارن که انگار دچار افسردگی شدن. یعنی وقتی کسی اونا رو ببینه فکر میکنه افسرده‌ان. پزشکان میگن اونا به هیچ وجه افسرده نیستن و طرف خودش فکر میکنه و باور داره که افسرده شده. هرچی هم بهشون میگی قبول نمیکنن. در واقع از تلقین هایی که به خودشون میکنن 100% باورشون میشه که افسرده‌ان. یکی از مشکلات بزرگ این بیمارها و خیلی از بیماری های روحی روانی دیگه اینه که طرف خودش باور نداره که مشکل داره و اگر کسی بخواد بهشون کمک کنه مخالفت میکنن. اسکیزوفرنی یک اختلال ژنتیکیه. یعنی اگه یکی از اعضای خانواده این بیماری رو داشته باشن احتمال اینکه فرد دیگه ای تو اون خانواده مبتلا بشه خیلی بالاست. دانشمندان میگن اگر پدر یا مادر اسکیزوفرنی داشته باشن 10% احتمال داره فرزند اون خانواده هم به این بیماری مبتلا بشه و این درصد برای این بیماری درصد بالاییه. اگه یه بچه اسکیزوفرنی داشته باشه 50% خواهر یا برادرش هم مبتلا میشه. اما ژنتیک تنها راه انتقال این بیماری نیست. انسان با دست خودش هم میتونه به این بیماری مبتلا بشه. اما واقعا چطور؟ مواد مخدری مثل کوکائین که روی مغز تأثیر میذارن
میتونن اسکیزوفرنی خفته رو بیدار و فعال کنن. یک علت دیگه مبتلا شدن به این بیماری ضربه مغزیه. اگر ضربه‌ای که به سر وارد میشه شدید باشه میتونه این بیماری رو ایجاد کنه. بعضی اسکیزوفرنی داشتن و وقتی به دکتر مراجعه کردن دکتر متوجه وجود یک غده تو سرشون میشه که با برداشتن اون غده بیماری هم از بین میره. پزشکان میگن احتمال داره یک غده در جای تو سر یه فرد قرار بگیره که روی عملکرد اون نقطه که مسئول افکاره اثر بذاره و دقیقاً حالتهای اسکیزوفرنی رو ایجاد کنه. آیا برای اسکیزوفرنی درمان وجود نداره؟ راهش اینه که شخص قبول کنه که مشکل داره و به پزشک مراجعه کنه. پزشک هم با آزمایشات بیماریشو تشخیص بده و بهش دارو بده و بیماریشو تحت کنترل در بیاره. اما متاسفانه کسانی که این اختلال رو دارن قبول نمی کنن که به کمک نیاز دارن و واسه همین احتمال خودکشی تو این افراد بالا میره. یعنی دقیقاً همین مشکلی که ون گوگ بهش دچار شده بود و منجر به خودکشی شد. ون گوگ هیچ وقت قبول نمی‌کرد مشکل داره و با توجه به اینکه آدم معروفی بود همه حالت‌هایی که ازش نوشتن بعدها دانشمندا رو به این نتیجه رسون که اون قطعاً اسکیزوفرنی داشته. ون گوگ هیچ وقت نتونست یک دوست واسه خودش نگه داره، نتونست با یک زن زندگی کنه و نمیتونست بچه داشته باشه. اون با برادرش زندگی میکرد تا اینکه برادرش هم از دست اون خسته شد و اون از خونه بیرون انداخت. ون گوگ هم رفت خونه مادرش و جالبه بدونید اونجا فقط میخوابید و نقاشی میکرد و هیچ حرفی با مادرش نمیزد. سوالی که پیش میاد اینه که ون گوگ چرا تو اون دعوا گوش خودشو برید؟ علتش این بود که اون میخواست دیگه چیزی نشنوه و فکر میکرد اگه گوششو ببره دیگه چیزی نمیشنوه. بعد از این جریان یک بار دیگه عصبانی شد و این بار یک قوطی رنگ خورد. اما پزشکان نذاشتن بمیره و اونو نجات دادن. بالاخره در سال 1890 خودکشی کرد و به زندگی خودش پایان داد. یکی از آثار ون گوگ که یک ماه قبل از خودکشی کشیده بود سال 1990 در یک حراجی به قیمت $82.5 میلیون به فروش رفت. ون گوگ شانس اینو نداشت که در دوره‌ای زندگی کنه که اسکیزوفرنی رو شناخته باشن و بتونن اونو درمان کنن. در حال حاضر این بیماری کاملا شناخته شده است و قابل کنترل. البته به شرط اینکه خود بیمار قبول کنه که بیمار رو نیاز به کمک داره.